ناظم پولاتوف دهقان از جماعت دهات غازیان ناحیه باباجان غفوروف بیش از 15 سال می شود که به کشتی کارتوشکا مشغول است و امسال در میدان 3 گکتار کشتی کارتوشکا را به راه مانده است. این دهقان سببی دیرتر آغاز کردن کشتی کارتوشکا را به بارانگری های زیادی اول فصل بهار وابسته می کند، ولی نوابسته به این حالا نشونمای آن خوب بوده نهال کارتوشکا در مرحله گلکنی قرار دارد. یگانه مشکلی این دهقان در موسم امسال گران شدن نرخ آب و محصولات‌های علاوه‌ای اگروتکنیکی می باشد. خب نسبت به سال گذشته امسال سالکم شرایط وضعیت‌تر آمد. مثلا آب قیمت‌تر، دارو قیمت. خب من نیاکار شکر می‌کنیم ده. 120 روز به تیار میشد. 7 مرتبه آب می‌گیریم. ناظم پولاتوف سالی جاری در میدان 1 گکتار تخم کارتوشکای نوعی الادین و در 2 گکتار دیگر پیکاس کشت کرده است. نقل می‌کند که نگاه‌بینی این نمودی سبزوات خیلی دشوار بوده، باید در وقتش آب و کارهای اگروتکنیکی را به جا آورد، زیرا در عکس حال حشرات‌های ضرررسان به حاصلناکی آن خلل می‌رسانند. کارتوشکا اصلاً دوامی بیش از 100 روز آماده می‌شود. تا این فرصت دهقانان به زمین 7 مرتبه آب مانده، 3 مرتبه دارو می‌دهند. برای نگاه‌بینی آن دهقان اساساً کارگر کرایه یا خود مردی کار می‌فرماید. برای این نگاهبینی کردن این زحمت مول طلب می‌کند. این به چند نمود دارو دادن کار، من جوک زیر می‌کنم و دارو دادن کار. ما اینا یا خودمون نمی‌کنیم، اینا خلق جمع می‌کنیم. کارگری کرایه کار می‌فرماییم. حالا تازه می‌کنیم. مهنتی بسیار طلب می‌کند تا داشتن. این اگر با اختر ما هوا گرم نشده تا ماهی اینو نقل ناریم اگر هوای گرم به این گرفته نمیشد سونی. این بسیارتر کارتوشکا سالخینی طلب میکند. هوای گرم نیست، سالخینی طلب میکند. چند قدر سالخین بیاد همه قدر حاصل ناکش نقل میشد. به خواجگی دهقانی رحمتبای جماعت دهات غازیان 1 گکتار و 20 ساتیق زمین داخل می شود که آن به سهم قهرمانی گزارشی ما ناظم پولاتوف می باشد و میگوید از این مقدار 30 ساتیق باغ بوده، باقی مانده زمین های کارا می باشد. دهقان در زمین های خود به جز کارتوشکا دیگر نمودی پالزی ها را نیز کشت کرده است و میگوید که سال گذشته در عموم 40 تن حاصل کارتوشکا به دست آورد که آن را به فروش برآورده خراجاتش را پورا روی پوش کرد و از این فایده نیز به دست آورد. غرض کارتوشکا جور مکه کردگی. 60 ساتیق باغ است. اون با دوامش بالی پمیدور میشد. 20 ساتیق پمیدور. سبزی کردگی 5 ساتیق. در همین حال از سرایاسی کشاورزی ولایتی سوخت به ما اطلاع دادند که تا امروز در میدان‌های کارتوشکا پروری شهر و نواحی ولایت به مقدار 6197 گکتار کشتی کارتوشکا به راه مانده شده است. این نشان داد 33.5% دورنمای امسال را تشکیل می‌دهد. سردار شعبه استحصالی سرایاسی کشاورزی عبدالحکیم قلندرов میگوید حالا کشتی کارتوشکا با مرام ادامه داشته در یک روز به حساب میانه در میدان 493 گکتار کشت به راه مانده می‌شود. سال جاری کشتی کارتوشکای بروقتی در شهر و ناحیه‌های باباجان غفوروف، سپتامین، ظفرآباد، کنی بادام، جبار رسولوف، مسچاه و اشت به راه مانده شده است که ماهی می پورا حاصل می‌کند. کشتی کارتوشکا در شهر و ناحیه‌های نزدیکی ادامه داشته. این اساساً کوهستان محجاب، دیوشتی، شهرستان، پنجکن وابسته از باد و هوای مساعد همه شهر و ناحیه‌های کارتوشکا پرور کشتی کارتوشکا را ادامه دارند. حاصل کشتی کارتوشکای بروقتی دهه سیوم ماه می به بازارهای استعمالی برآورده می شود که این به نرخ و نوای بازارها مساعدت می نماید. بنا به اطلاع مسئولین سرایاسی کشاورزی ولایتی سوخت دورنمای امسال برای کشتی کارتوشکا 18500 گکتار پیش بینی شده است. از این مقدار تا امروز دهقانان شهر و نواحی ولایت در میدان بیش از 6000 گکتار کشتی کارتوشکا را به انجام رسانیدند. گزارش فرزانه شمسی و نسیم رحیموف برای برنامه اطلاعاتی خبر.